خیال یگانه چگونه واروخانی راه به معمای استقرایی در روانکاوی میبرد. لکان ماجراجویی توپولوژیک خود را با یک معمای استقرایی آغاز کرد، زمانی که در سال 1935 و بر سر یک میز شام داستان سه زندانی را شنید. این امر هر مطالعه‌ای را درباره نقش توپولوژی در روانکاوی توجیه می‌کند تا تمام 45 سال دوران نظریه پردازی لکان را عرصه پژوهشش بداند. معما استقرا وسیله‌ای قدرتمند برای تحلیل رابطه قاب با محتوای درون قاب است و برای مطالعه جریان‌های رفت و برگشتی، همانطور که در پالندروم واروخانی، یعنی واژه‌های متقارن، واژه‌هایی که از هر دو سو یک جور خوانده می‌شوند، می‌یابیم. به عنوان شاهدی کلیدی، بسیاری از کاربست‌های درخشان اما اولیه لکان از توپولوژی نادیده گرفته شدند. به عنوان مثال، هیچ کس توجه نکرده است که معمای سه زندانی یک معما استقراست. همچنین هیچ بحثی درباره برش کاتاگرافیک، دایره وارونگی یا فضای چرخش وجود ندارد، با اینکه این مفاهیم با طرحواره‌های اولیه و کنش واپسنگر درگیر هستند. وقتی لکان از ژیرار دزارگ و پاپوس اسکندریانی به عنوان بنیانگذاران توپولوژی تصویری، توپولوژی انعکاسی که او به طور خاص استفاده می کند نام می برد، بیشتر لکانی ها ترجیح می دهند به پلهای کونیگسبرگ استناد کنند که در واقع پایه هندسه آفین است. این تمرین کوتاه با اتصال فراموش شده دیگری درگیر می شود. مدل دزارگ از چشمانداز بینایی که در سمینار 13 ارائه شد. دو ویژگی جالب در این مدل وجود دارد. یکی دایلیشن، گشودگی مخروط دید است، یعنی شیوهی که تصاویر پیش زمینه همه چیز را در پشت خود می‌پوشاند، و دیگری چیزی است که برخی هنرمندان کاتسیس یا ساحت‌گذاری نامیدند. آن شیوه عجیبی که نقطه گریز و خط افق با تغییر موقعیت بیننده جابجا می‌شوند. این ویدیو کاملا مناقشه برانگیز است. این درباره چیزی نیست که لکان واقعا در مورد ال اسکیما، شمای ال، نوشته است، اما این واقعیت که همه شماها شامل خودتقاطعی و غیر قابل جهتگیری هستند، به نظر توجیه می کند که به پالندروم نگاه کنیم، وارون خان، تا ببینیم آیا ممکن است درباره عدد یک به عنوان یک عدد موهومی فکر کرد و سپس آن را به قلمرو خیالی لکان به عنوان یک میانجی بین قلمروهای نمادین و واقعی مرتبط ساخت. وقتی نابغه آینده ریاضیات کارل فریدریش گاوس جوان بود، در کلاس ریاضی نشسته بود که استاد از دانشجویان خواست مجموع اعداد 1 تا 100 را محاسبه کنند. گاوس که نمیخواست وقت خود را با جمع کردن متوالی اعداد تلف کند، 1 به 2، 3 به 3، 6 به 4 و الی آخر، استدلال کرد که هر عدد با عدد دیگری به طور جفت جمع می شود، اما می توان این جفت ها را به گونه‌ای سامان داد که جمع آسان‌تر شود. در واقع اگر دنباله را روی خودش تا می کردید، به ترکیبی از پالندروم ها می رسیدید. من برای نشان دادن راحت تر موضوع به جای 100 از 20 استفاده می کنم. 1 با 20 جفت می شود، 2 با 19، 3 با